Australian now. You're in Australia. You're in Australia. You better run. Yeah, we're gonna get you now. You better run. Yeah, you got no rights here. You're in Australia. I know who you are. Get down the stairs. Yes. You gotta run now. What cowards are you guys running? Yeah, cowards. News is gonna love this. Yeah, where's the smiles now? Get the out of our country, IRTC. با خائنین در زمان جنگ باید شدیدتر برخورد. هر کسی که یه قدمی علیه کشور تو شرایط جنگی برمی‌داره باید شدیدتر باش برخورد. مثل این ماجرای سرود ملی نخوندن تیم فوتبال زنانمون و اون عکسی که منتشر شده، اینا که حالا کاری ندارم، با اینها باید شدیدتر برخورد کرد. این دیگه یه حرکت اعتراضی نمادین و فلان و اینا نیست. اینکه تو بری اونجا سرود ملی نخونی، این اوج بی‌شرفی و بی‌وطنی. هم مردم هم مسئولین با اینا به عنوان خائنین زمان جنگ برخورد کنن، نه اینکه حالا یه اعتراضی داشتن و این کار نمادین کردن. ننگ بی‌شرفی و خیانت باید رو پیشونی اینا بمونه، جدا باید باهاشون برخورد درست حسابی. بچه‌های ما رو میبرن نذاشتن بچه‌های ما رو میبرن بچه‌های ما رو میبرن سمت فرودگاه. وای بچه‌های ما رو میبرن. دارن به حرف ما این پرچم رو لطفا نیار جلو دیگه من. بچه فلش بزنید. آخه دارم با تلفنشون نور میدن. الهی بگردم.